آری چنین است. چون مطلب کمی ثقیل و در خور تأمل بیشتری است، دقت و سلام علیکم می‌طلبم. فرض کنیم که انسانی سالم و فرزانه به دنیا آید. ای حکیم، آنگاه در خلا یا در فضایی قرار گیرد که فشار و گرما و سرمای آن فضا با فشار و گرما و سرمای بدن انسان برابری کند و فرض آنکه آن انسان به حال معلق قرار گیرد در آن فضا. ای حکیم، چونان که میان او و چیزها هیچ ارتباطی و تماسی برقرار نشود و آن فضا از نور و صدا خالی باشد، فضایی خالی، تاریک و تهی از هر چیز. آن انسان با آنکه از همه چیز مبرا و ناآگاه است، به نفس خیش آگاه است و هوشیار و آن نشان استقلال نفس است از جسم. علیک السلام. ای شیخ، مطلبی دارم. ابتدا پاسخ مرا بده. شما دو تن اکنون از راه رسیده اید. آیا میدانید از کدام کوی و معبر آمده اید؟ آری میدانیم، مطلب به همان مربوط است. بسیار خوب. میدانید به کجا خواهید رفت پس از پایان درس؟ به گمانم آری. به گمانم نه. میخواهی بدانی؟ آری. میدانی پیش از تولد از کجا آمده ای؟ نه، نمیدانم. میخواهی بدانی؟ میخواهم. میدانی از کجایی؟ نمیدانیم. میدانی وجود داری؟ نمیدانیم ولی نمیدانیم. میدانیم. میدانی پس از مرگ به کجا میروی؟ آری. نه. میخواهی بدانی؟ نمیدانیم. اطمینان داری که میخواهی؟ بله میخواهیم. میخواهیم. تو خود را کثیر میابی یا واحد؟ اکنون نمیدانم. اکنون مطلبی دارم تن که تو اعضا دارد، پس کثیر است. آنچه واحد است نفس توست. میدانی چرا آفریده شده اکنون ای؟ هیچ نمیدانم. اما میاندیشی که به بدانی. گمانم آری. اکنون دست راست خود را بلند کن. اکنون بیایید در جمع ما بنشینید. اکنون نیندیش که بدانی. نمیتوانم. نفس انسان قبل از هر چیز به وجود خیش آگاه است. حکیم با علی سینا، برخیزید و با ما بیایید. خواهم آمد، با آن که مکتب را حرمت ننهادید. اما بگویید چرا باید بیایم؟ پس از آن که این سوال را پاسخ گفتید، بگویید کجا می روید که همراه شما بیایم؟ پس از آن بگویید دستور دارید مرا به جبر ببرید یا به اختیار بیایم. پس سه پرسش شد. یکی آن که چرا بیایم، دو تا آن که کجا بیایم، سه تا آن که چگونه بیایم. چرایش را نمیدانم، کجایش را میدانم. دربار خوارزمشاه چگونهش را نمیدانم. ما دستور داریم شما را ببریم. اگر به میل بیایید منت گذاشته اید، اگر به میل نیایید باز دستور ملغا نمی شود. اکنون خود شیخ بگوید این جبر است یا اختیار. پس شما به هر حال مرا به قهر میبرید. این جبر است. اما من میتوانم تلاش کنم که نیایم، که نمی کنم. این اختیار است. انسان نه مطلقاً مختار است و نه مطلقاً مجبور. در آنچه اختیار دارد هیچ جبری ندارد، پس به اعتباری مختار است. مسئولیت او در محدوده اختیارات است.
ثواب و عقاب او در این بخش است. کلاس را تعطیل کنید ای حکیم. باید تعجیل کنید. تعجیل میکنم. اما کسی مطلبی داشت. ای حکیم، شما دو تن بگویم که هنگام ورود مطلبی داشتید. استاد، هنگام مطلب دیگر گذشت. میخواستم بگویم آنان در پی شما هستند. میخواستم پیش از آن که به مسجد برسند اینجا را ترک کنید. افسوس. برویم به دربار خوارزمشاه ای فرستاده سرنوشت.